شماره 69 عجب سایز لاستیکی داره. یه نکته ای رو هم بگم که تو این مسابقه برخلاف دوتا مسابقه قبل استفاده از هر نوع لاستیک با هر سایزی آزاده. دوتا توربوی شهرستان مهاباد که 206 خیلی خوب راه میره، ولی مشکی سر هر خطی که وایستاده یه مشکلی داشته. موستانگ هرتز آقای فرید توفیقی که از قهرمانان رشته درگ در مسابقات کشوری هستند. خب 206 توربوی شهرستان خواهم که از راه رسید، فقط به سایز اینترکولر توجه کنید و موتور این ماشین رو حدس بزنید. اینم از 405 توربو که تو مسابقات قبلی بدشانسی آورد و موتورش ترکید. ببینیم این مسابقه چه میکنه. کلا موتور بی پی جایگزین بهتریه برای محصولات گروه خودروسازی سایپا. یه انجین پرقدرت و کم دردسر. خودروهای کلاس بی پی که یه دونه دارن میان واسه وزن کشی و بازدید فنی که برن سر خط مسابقه. Gogas. Sağda nokta mı diyor mu bura? Yendir bu ne? من درجه دادی بود که با شورا کنشی بعدن در این کلاس ثبت زمانگه 0:40,000 ثانیه و مرتضی آبیاخی 581,000 ثانیه. آقای پورعلی دیگه اینو درسته آقای پورعلی؟ حسین آقا من نمیبینم چهرهشو، بپرسیم اسم و فامیل.
شیشش دودین. حسن پورعلی از شهرستان خوی. باید چراغ در حالت اینکه ماشین روش نیست خاموش باشه، وقتی خاموشه درسته. شماره 37 از خوی و شماره 30 از کرج. جدال کرج و خوی هست. ببینیم برنده این مسابقه کدوم یکی از این ورزشکارای عزیزمون هست. توی لانچ که خوی پیشتاز بود ولی ماشاءالله بیبی کرج چه میکنه. و ثبت زمان برنده کرج شد 11334. سینا روح‌اللهی برای خودش زمان ثبت میکنه و حسین پورعلی 11843. اینم از زانتیا توربویی که از شهر شیراز تشریف آوردن. این ماشین توسط ایمان توربو جمع شده تو اینستا که قوی ترین زانتیای ایرانه. ببینیم تو پیست چی کار میکنه این ماشین. Yo. İkisi de terbiye. Hakem.